یالا در بخواه شده خاله کاکا ایو کاکا اشتنی هم جنجره فعلیت بچه خاله جنجره اشتنی گیلا خیلی بابا خیلی شده بیدی کجا بیدی تو؟ ما به سراخ بودم اشته در وکدی اشته آمدم یک روز خوشت که می سکل صفر از سراش ما ببورم بفهمیدی؟ یا آواز تو باشه اگه نبوره را چی مستی بگو دست راز امیت وار خوب کمر که میام سکل ببینه میبوره شما ایش درس راز که سال 12 هرچی میام درس راز شما باشه مثل کمال برفتم بلازه کجای خالیمه؟ کی؟ خالیمه کجای؟ پیار تو کجای؟ پیار ما برفتم به گنج رفتم نانه من بره هماله بده پیار تو به گنج رفته؟ کجا بیدی تو؟ زهرا سرگردون شده قیافت سیکو چره؟ اسکات سیکو با تیپ زیدی مازال یک تیپ بیزنم اصل که درکه با که گیل ما بیامونم راست سکیر آمدم تو میگی پیار منیه راست سکیر؟ بزوغل خودمو دارم ختم قرآن خبر پس میبینی که گیلک میفهمه؟ اما خدا اشیاری نیا اشتنی اشتنی اشیاری نیا چه من دیگه بشیشتی از اسکات تو پلان تو نگفتم همه اشیاری نیا سیه سکیل نیه کلیام پیش بابا منم چون کلیام پیار تو به گنج افترستی سکیل چرا نبودن؟ تو بتاقله؟ شاید میش بخرم بره بخرم بیارم چکار کنی گیله؟ سکیل کلیام چون پیش به دست من نمیدم میگم خود به دیوالا میزینی آدرسی تریفیکی میکنی آدرسی تریفیکی بابا میگه بکنی مگرم باره زندگی خود پیشکش مدر تو مگرم ببرم بدم به تریفیک چکار کنیم گیله وسیله هم نیه چی؟ ما مدرم خط بقران خبریم چکار کنیم؟ اگه کلیو سکیل بلادی بده رفه گردانم بعد گرد بعدش زودی میاد نونو میخوره میاد اول که بابا من گفته سکیل به چی پیار من ندی به من گاهی وقتی ندی یا کلینیه یک کار دیگه رفه تو دایم میدم بفهمیدی برای که دیگه سکیل نقدی میدم تکو سکیل مازیمی سرا بیری میکنم توری میکنم میرم خودم در خوب خط به قرآن هم تک خلاص میده فوری سکیل میارم سرش استاد کی خشپاش میفته اشته خشپاش میفته خشپاش داری به خشپاش میفته ما فرح گوجه 900 چنده 900 یک تو بهش خواستی 900 پول تو بدم که برم ختم قرآن خدایی به قیافه جمع میخواه 900 چی بده خیلی من این 900 دیپه به تو میدم تو اگر این 900 دیپه لعل دی بوش مرده سیه بگم 10 9 910 پیاده گیلک نمایه خوب حساب میگی سیه حالا چیکار کنی؟ چی؟ سکل توری میکنه غره که دیگه به تو دایم میدم تو هم بیا به ختم قرآن مزو غله پیاده ختم قرآن ببین سکله بابا گو نده که کله تو مکن من گپ گفتی گو جنجا که بگو عباس رو دیگه میفهم خدایی از عباس پیاده خیلی خوشی میایه حالا نمیدی سکله که ما برو خدا حال تو میبینه خیال میکنه سفر با جایزه بفروخته پیلای ندادن نمیدی سکله چه خاله داری ما توی چی؟ چه خاله داری ما توی چی بیچ سیه بابا معلوم میشه بفهم زن کورتزه با یک دای من رو جای ببینه که عباس یک دای پیلی بده تو بگو ما فیلم نبسه من تشکرشون سیه من رفتم یاد تو باشه که ما را سکل و مدبر پس سکل من نه سوار نبشه من بیارم تو کله تو فقط میگی جوزه که پیار من فیشه تبلر بیارم بخورم دل باره بادغشه من بیاوریم پسته بچینیم دل باره بادغشه من بیاوریم پسته بچینیم بیاوریم پسته بچینیم داغی هم دیگر ببینیم دوای من
همین باشه همیشه دوای من همین باشه همیشه الهی تا زنده ای باقیم دیگر نبینی الهی تا زنده ای باقیم دیگر نبینی دل بره بادقیسی من بیاوریم پوشاک بچینی دل بره بادقیسی من بیاوریم جز بابا دستنی گدام بگرد من بشکر دستنی گدام ما روزه نداریم بیا سلام علیکم. سلام علیکم. جانجا سلامت باشین. شکر زنده باشین. سلامت باشین. پیار شما کجا هم برو؟ چی؟ پیار شما. مثلا نیم برو. بفرمایید چای چلیمی نون خشک کاسه دوغه. سلامت باشین. کجا هم؟ بلا شیری. خیر بینی. پیار شما کجا هم؟ پیار من؟ پیار من دیگه برای ما به خاطری که به گنج رفتم امرو. به گنج رفتم. من هم خبر دارم به گنجم. من نفر گنجی هم برارم. گنجی؟ بله. شما یعنی رقیق پیار منه؟ نه رفیق نانی هم بفهمیدی من معامله گرم به گنج. آها معامله خر معامله میکنیم؟ نه برارم گوسپند مثلا بوز بره نمیته چیزا خرم باشه خرم معامله ما معامله گر تا گنجه. خب مشکل ما کم داریم؟ برارم سکو برار جو شما سکل صفر داریم نه؟ بله صرف همین سکل صفر شما ما خودی پیار شما معامله کردم با بالی گوی شیری نه گوی شیری کلون همین تا گوی که به روز 5 من شیر به تو بده خودی پیار تو معامله کرد به جستی خوب ایکای خواه شما کلونتر یا خوب هستم کلونتر خب چی گفتم پیار من؟ گفتم برو همین سکل بستون اگر بچه من بسرا انا بیاره که گو بودم برای تو بودم برار من دیگه نال نانیم هم امروز نیم نال پیار من نباشم پیار من گفتم که بابا جو سکل نه سوار شی به کوچه بری که خدای نکرده تو کورتکاری نشی انا سکل نمه بچی پیار خو نده سکو برارم من که به پیش تو بیاندم برای سکل حتما من یک چیزی میگم که تو باید سکل بدی من به تو نشونی میگم پیار تو گفته برو به هر که من گفتم میشه سکل ندم بچه شما چی میشناسم من گفته که برو به بچه من بگو هر کی که به دست راه مات بگو نشینیم به می نشونی به زیر چینگ نلینچی خونه 5 سدی گذاشته همون 5 سدی ما گذاشتم که همون نشونیه انامور به بچه ما بگو زیر چینگ نلینچه برو سکو اگه 5 سدی به زیر چینگ نلینچه بود سکل بده اگه نبودی چی برو سکو اگه 5 سدی خیلی داینیه نه فقط یک 5 سدی گفته گذاشته به زیر چینگ نلینچه اگه 5 سدی بود سکل بیار ما بده 5 سدی رو بدم به شما نه برارم 5 سدی پیار تونه اون نشونیه که یعنی من خبر دارم پیار نشونی بزی نمیگم که چکارک شد مثلا هر 5 سدی نشونی بزی نشونی بزی نشونی که 5 سدی بزیر چینگ نلینچه گذاشته حالا که با شما بیامده نشونی بزی نشونی که بزیر نلینچه با 5 سدیه این پیار تو گفته کدی پیار من پیار تو که به گنج بود گفته برو به بچه من بگو نشونی بزی نشونی که زیر چینگ نلینچه 5 سدیه شما نشونی بزی نشونی بزیر نلینچه با 5 سدیه گوی به پیار ما دادیم از شما هم کلونتره ای خیر بینی برو کجا نگم این لالا بابا پیار اما نمیفهم که چی رقمه از این نلیچه بیار بابا جان راست میگه بیار دیگه نیه با گودایی هم باشه که از من نسایی که توی بیچارگان که راست میگفته آنها کلیا سکیل نیه اشتا کنه این 5 سدی شما رو سکیل خدا میگم ما جو برو میتون سکیل کلیا و پیار ما بس بسید شاید بکیسی باشه بیاری برا جو بله آنه نشونی بزیر نشونی که زیر چینگ نلیچی ما 5 سدی بداد کلی نیه خیلی باشه برا منان پیار تو حرکت کردن خودی گوی میایم بتا رو کلیار من مثلا من میرم خودی سکل برا خود پیار تا خودی گوی شیری میای خلاص گوی شیری من همون شیر میده مرباشه بابا 5 من شیر میده
امیر سایزاف میگه که مگه ببریم بفروشیم. شما یک کار کنیم میت گرفتیم با بابا ما بگیم میت برم خودگاه برم به شهر برم یک مشک هم بیارن گره که دیگه خاطر مشک بتا کنیم به همسایا دوغ بدیم. میارم امیر صاحب دوغ خود تو بخوری که نه دیگه یادم موتور نکنی. من میرم که فرصت ندارم برارم. یک دیگه اولا بدهی شما سوال نکردید داری کش نگیدید خوشه برید مرتقه خودی پیار خواهی خیره بایی نمیکنه که من سوال نکن میفهم من تو سوال میکنم با رفتم خدا حافظ. نشینی بزین چینگی نلیچی ما پانسدیه بابا چرا پیاده میای بابا؟ به چی می آمدم؟ خب به چی مسیم به سکل می آمده؟ کو سکل؟ خب سکل که بیاوردم بابا بدادم برای شما. کی آورده؟ بابا رفیق شما بیامد در سرا گفتد پیار تو گفته سکل بدین گفته لالا گیلا گفته بیده شما چی میشناسی؟ گفته بیده من رفیق پیار تو رو پیار من رای کرده که سکل بدین. خو خلاصه گیلک نمیداده گفته الانده پیار تو نشونی داده که بده چینگ نلینچی شما پانسدیه بمون اونی برو سیک اگه پانسدی بیدک سکل بدی اگه نبیدک ندی گیلک بیا ما سیک از سکل قرار کرده دید پانسدی هست بیا ما گو آن لالا بدید این راست گفتو سکل بداد دست رفیق شما که بیاره بده دستش بیلا خب چی خاکه به سر خو کنو؟ چرا بابا چکار شده؟ ما کسی ندیدم که بگم برو سکل بیار هیچ کسی من ندیدم بابا اون متکر پیش خود آماده اون متکر دوزی بوده نیه بابا گفتن پذیر چینگ دلیچی شما پیار توفته پانسدی قدیشتمونی برو سیکو خب بیامده سیکه دیده پانسدی هسته رفیق شما بیده سکره بده به دستی بابا ما کسی ندیدم کسی نمیشناسم هیچ کسی رای نکردم بابا نه بابا بابا داره به در کردیم مره پیش خود خدا بابا شکل گیلک بدت ببون متکه با بیلا خیال ما چه کار کنی شما ایستا کار پیش خود میکنی خب بابا پیارم شما چرا ایتا میگی مرتکب برای بو گفته بده چینگ نلینچی خونی و اتاق شما قدشتیه برو ور دارن خب بیامده سعی کرده باز قدشته بیده مطمئن قبول شده رازه دلجم شده که شما او رای کردین برای سکل رم داده بده بابا جو پیارم شما همی تا کارا پیش خود میکنین آخه چرا تا کارا میکنین چرا شما برفی یک کلان گوش نمیکنین آخه ما سکل گنج اینی که تو برو سکل بیاره میگم بله عقل شما نکشید که یک زنگ به ما بزنید بابا گوشی خو نبرده بودیم اشته ما زنگ زده اشته نبرده بودیم خو نبرده بودیم به خونه بود گوشی شما به برق بود ما گیله که عقل نکشیدی چی رقم بده سکل بداده حال چه کار میکنی؟ حال تو که عقل تو برم بخون به خونه که من پیگیری کنم سی کنم که سکل این کی بوده که بیاین بابا بیاین یک که مگره بزنم به کوکو چکاره کوکو؟ یعنی گپا شما رو آدم به اطلاع بنویسه به تاریخ افغانستان ثبت کنه شما عدلی هرو کتاب گپ میزنی رختو خورم کوکو گلمال کردی اما به زمین خوردی کوکو بستدن تاجی کوکو گیلک شکل بایدو یک دقیقه کوکو بگذار که بشینم که پامو به درد اومد اگه بس که راه رفتم امروز والله جو چی گفتیم کوکو چکار کرد گیلا دانم بام کوکو گیلک شکل بایدو چته بایدو هیچی کوکو همین چند روز پیش خسرونایی بیامده به داده می قراره کرده اینا خسرو نبیدن فیلم باز بیدن 420 بیدن نابغه بیدن بگریفتن قراره کرده بزید چینگ نلیچه پانسدی بقدشتن امروز بیامدن برات درست روز قراره کرده ببونی که پیار ما برفته بگن بیامدن به در سلام و تک تک کردن سلام علیکم و علیکم گیلک برار ما در واق کردن بس دیگه گفتمی که بیامدن برای سکل شما پیار شما مره کرده کمی سکل بدیم ما به گنج اومانه من برم به جای میگوای گسپندای بخریدم من برم اونا رو بردارم بیارم پولای اینا رو این میگم ما شما چی میشناسم و چه کاره و فلانه
میگه به آن پیار تو گفته بزن چینگه چه پانسدی اگه رفتی همون پانسدی بزن چینگه چه خونی بود سکیل بدی اگه نبید ندی گلک جوان برار میمیه قراری کرده سعی میکنه که پانسدی بزن چینگه چه سکیل دیده سکیل تحویل میکنه با دوست آن خدا بده سکیل خدا بده دوست در عرضی تو غیبه ولله میشه ای گناه تام نیه گناه برار تو گلک هم نیه ای گناه برار منه که با عمر می برار من به حرف خوردم نکرد به حرف کرونم نکرد کار خود خور کرد من امروز به برار خوب بگفتم که برار جو شمار سکیل نمایه نکنیم مال خود به زیر قرض و قرضداری نکنیم سکیل نخریم از این سکیل کرده میرتیم به خود 4 تا گوسفند میخریدیم به حرف ما نکردیم آخری آنی سی کنیم شما راست میگیم کوکو به خدا نیه همیت اشتباهی نکردیم به می سکیل خریدن پیار ما برای می سکیل بخرید پا خوب برارا ما به یک کش کردن که ما یک وسیلی به دم خونه داریم ما با کار داریم یک وسیلی خب بالاخره برفتیم آن سکیل بخریدیم مردم هم به سر ما فیلم بدی که ما سم برد تا سم برد اما با باد پناره ما انال پادر هوا بموندیم سیکو کوکو جو همین نفر که با خونه شما به خسرونی بیا ما چند روز میشه شب 2 روز 3 روز بشه 2 روز شما نمیشناختین که این از کجا بودن نه چی میشناختیم تا ما به خسرونی اومدیم حالا دیگه فایده نداره بار روز که دیگه برات کار خوب انمی که برف خورده کلون نکنیم آخر شما انمی نده که کوکای خور بگردم کجا میرفتین کوکو همین تا سر زمینا بودم ما این برم یک چرخ به تا دی برم صبح بخیر اگر بشه برم می گوار بستونم می زمین دارم اینا رو گورونم بریم کوکو بریم دیگر ما خونه چیکار کسانی که کوکایی تا کارا میکنه اونا از خود حسابای داره ای کوکو جو کسی که میره موتر میخره سایکل میخره او همو تا بچه‌های داره همو تا زندگی داره همو تا کاروبار جوره شما بدتر از من انا زدیم 50 60 هزار پس سایکل انگار که به او دادی انا میتونه به حرف کنه کنی آخر از این بدتر هم خور شدی